با سلام دوستان، یک روز دیگه در خدمت شماییم. همونطور که گفتم قسمت مونتاژ برق‌های یخچال فریزره. اینجا برق‌ها به طور کامل میاد زیر قسمت مونتاژ و برش خوری. همینطور که می‌بینید به این حالت برش میخوره در ابعادهای مختلف و اینجا میاد برای پرسکوبی و سوراخ زدی و در این قسمت هم مونتاژ برق انجام میشه که به این حالت برق درهای یخچال‌ها تولید میشه. در این قسمتی که میبینید ورق لایه خوری میشه، یعنی که لایه به لایه روش میاد و لایه گیری میکنن، ورق لا میدن از دو جناح به این حالت که درب تولید میشه.